پارسا هستم. امروز اومدیم با ماینکرافت سروایوال. اما این ماینکرافت فرق داره. اولین بار من که با شیدر این بین خفنی میام، اونم داخل ماینکرافت بدراک. اگه میخواید آموزش این ریختن این شیدر خیلی خفن رو بدم، لطفا کانال من رو دنبال کن، لایکم بزن. اگه لایک ها رو به 20 تا برسونید، آموزش ریختن شیدر برای ماینکرافت بدراک ادیشن رو میذارم. خب بریم برای سروایوال. مثل میشه که جای اسپان شدیم. ویلیج بابا بنازم شانس اول کاری ویلیج پیدا کردیم. خود دیگه خب اینجا میریم. حالا اینجا قشنگه، قشنگتر کرد ماینکرافتمونو. ای قار اینجا چی میگه؟ چقدر بزرگ. نمیدونم والا خودمونه. خب چند تا لاس کنید، چند تا درخت بزنیم. آره و اونجا هم هندوانه است و خب بارو من میکنم تا قلمته که کانال منو دنبال میکنی. گفتن دیگه 20 لایک برسه آموزش ریختن شیدر برای ماینکرافت بدراک هم میذارم. شیدر بین خفنی. خب 8 تا بستم داخل اینجا. یا درست میکنیم. بعدش یه ترپین دیول درست میکنیم. میدونم اینجا این مورد کامل این سگ کچولو کشتش. خب بریم برای بقیه کار. حالا 28 رو چوب داریم. پورتال ندر اونجا چی میگه؟ عظمت رو برم چقدر زیاده. اوراش هم نور میدن. عظمت رو بدم چقدر بزرگه. خب